نیکو توی 17 سالگیش قتل خواهرش رو گردن میگیره. بعد از این اتفاقم یه 5 سالیه که میگذره و توی این 5 سال پدر نیکو سعی میکنه که خیلی نیکو رو مثلا شبیه خودش بکنه، یعنی یکی عین خودش رو بسازه. مثلا پدر نیکو هر موقع میخواست که کسی رو بکشه، هر کاری که مثلا میخواسته انجام بده رو نیکو رو با خودش میبرده. هر اتفاقی که اونجا میافتاد نیکو اونا رو میدیده. ولی خب نیکو هم هیچ وقت هیچ احساسی نسبت به اون اتفاقاتی که اون لحظه مثلا میافتاده نداشته. نه ترسی، نه دلسوزی، فقط به طور خیلی غیر عادی فقط نگاهشون میکرده. همین رویه همینجوری ادامه داشت. پدر نیکو رو با خودش میبرده و این صحنه ها رو بهش نشون میداده، تا اینکه یه روزی نیکو یه دختر خیلی خاص، خیلی پر انرژی رو میبینه که هیچ شباهتی به دنیای تاریک نیکو نداره. میدونی یه چیزی توی وجود دختره بود، توی وجودش بود که نیکو رو به سمت خودش میکشیده. یه کشیدگی اون وسط بوده که نیکو رو مجذوب خودش کرده بوده، نه اینکه عاشقش بشه ها. میدونی اصلا نیکو نمیدونه که عشق، دوست داشتن، محبت چه، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه، هیچ اطلاعاتی نسبت به اینا نمیدونه. فقط یه کشیدگی این وسط بوده که نیکو به اون دختره داشته و همینم میشه نقطه فرار. خواستم اینو امتحان کنم، اصلا اینجا مشخص ولی خیلی تیر است. مشخص اصلا آبیه؟ نمیدونم، حالا میزنیم انگار مشکیه. خب نیکو از اون خونه میزنه بیرون، از اون خونه فرار میکنه، از اون دنیای تاریکی که پدرش واسش ساخته بود از اون خونه فرار میکنه، میره پیش دختره هیچ وقت اون گذشته نیکو رو متوجه نمیشه که چه نوع تاریکی هایی بوده، چه نوع زخم هایی بوده. هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمه و خود نیکو هم خب بهش نمیگه. اینا با هم دیگه زندگی میکنن. انگار گذشته نیکو یه کابوس دوری بود که با هر لبخند دختره هی محو می شده، همونقدر هی دورتر می شده. ولی اگه از این زاویه نگاه کنی، اگه نیکو به خاطر اون دختره، به خاطر اون کششی که به اون دختره داشت، اگه از اون خونه فرار نمی کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ یعنی یکی مثل پدرش قاتل می شد. نیکو اگه از اون خونه فرار نمی کرد، هیچ وقت با دختری که وجودش باعث شد که نیکو سقوط نکنه هیچ وقت آشنا نمی شد. گاهی یه نگاه خوب، یه لبخند باعث میشه که اون فرد رو از اون تاریکی که داشته بیرون بکشه. به نظر ما هم مهربون باشیم خیلی بهتره. مثل اون داستانی که پسره، نمیدونم حالا دختری پسر نمیدونم دقیقا، که میخواسته بره خودکشی کنه، نوشته بود که اگه توی این راه یه نفر به من لبخند بزنه بر میگردم، نمیرم خودکشی بکنم و اینا. پس خوبه که با هم دیگه مهربون باشیم، یه لبخند بزنیم، یه نگاه خوب به مردم تحویل بدیم. شاید همین یه لبخند خوب بتونه یه زندگی یه آدمی رو نجات بده. انیان